دادگاه شهری ایرکوتسک روسیه یک پلیس و 3 ساکن محلی را که در حادثه‌های 2 سال پیش در آتش زدن واگن زیست مهاجران و کشتن 2 تن از آنها عیبدار می‌شدند بیگناه دانسته است. نزدیکان مهاجران جبر دیده در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حکم دادگاه که امروز 1 اوگوست صادر شد، دادرس آنها را کاملا بیگناه دانسته از تالار دادگاه رها کرده است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما قرار دارد. مومین سلام. درباره این حادثه و اینکه مرافعت در چه شرایطی برگزار شد بگویید. سلام بیننده عزیز. بله خیرامان، حادثه از آن آغاز شد که در ماه نوامبر سال 2021 واگن مهاجران را آتش زدند و نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله ساکن ناحیه فیض‌آباد بر اثر حمله و نفسگیر شدن از دود آتش همان روز هلاک شدند. مطبوعات روسیه آن زمان نوشت که این مهاجران با چند ساکن محلی آن روز بحث کردند و ساکنان محلی همراه با یک میلیسه شبانه به مکان زیست مهاجران حمله کردند. پلیس همان روز 4 مهاجر را برای جنجال با ساکنان محلی بازداشت کرد و هنوز هم این شهروندان تاجیکستان در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه اعتراض کردند و بعداً مطبوعات روسیه خبر داد که در رابطه با این حادثه 4 نفر دیگر، یک افسر میلیسه و 3 ساکن محلی نیز بازداشت شدند. در حکم دادرس امروز قرار شد که افسر پلیس و 3 ساکن محلی هیچ گناهی ندارند و گویا مهاجران را نزدند. هرچند شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که گمانبران در جریان مرافعه به گناهشان اقرار شده بودند. آنها از جبردیده عذر پرسیده گفته بودند که از سر احساس واگن مهاجران را آتش زدند، ولی دادگاه آنها را رها کرده است. یک تن از جبردیدگان با پیوندانش نقل کرده است که وقتی از دادرس پرسید که اگر از روی حکم شما آنها بیگناه باشند، پس واگن زیست مهاجران را کی آتش زد و کی کاسه‌خانه سر او را شکست، دادرس پاسخی نداده است. ضمناً مرافعه 4 شهروند تاجیکستان هنوز دوام دارد، هرچند نزدیکان آنها میگویند که گناهی ندارند، برعکس جبر دیدند. مومین، مقامات تاجیک در ابتدا به این حادثه واکنش کرده بودند، شما هم یادآور شدید و حالا نظرشان چی است؟ بله، سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که هنوز هیچ اطلاع رسمی دسترس نکردند، ولی با دست یافتن به اطلاع رسمی آن را حتما ارائه خواهند کرد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در ایرکوتسک گفت واقعا دادگاه چنین حکم صادر کرده است ولی حالا جزئیات آن را نمیدانند. این یکی از قضیه های پرسر و صدای ناعدالتی نسبت مهاجران تاجیک در روسیه دانسته می شود و 2 سال پیش هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مقامات روس طلب کرده بود که حادثه را عادلانه تحقیق کنند. مادران مهاجران بازداشت شده نیز در نامه از پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امومالی رحمان و ولادیمیر پوتین به بیگناهی فرزندانشان تاکید کرده بودند. تشکر مومین. طور برخی آگاهان این قضیه امروز هم میگفتند حادثه ایرکوتسک و حکم دادگاه بار دیگر انتقادها از نظام ناعادلانه سعودی روسیه و مناسبت به مهاجران کاری از تاجیکستان را به نمایش میگذارد.